در خانه های همونها کار میکنین، آب روی مردم مسلمان نریزانین، آب روی مردم این تاجیک نریزانین. اونها میدانین شما را به خاطر چی باور میکنن؟ به خاطر یگان سر سیکه و به خاطر یگان کار، به خاطر مسلمان بودنتان که اینا مسلمانن، اونها در گرد مردم مسلمان تصور. اگر شما از ریختن موی سر یا اینکه از بریشی، از لاغری، به اشتیایی بودن، از وزن نالازمه، پرستاتیت، درد دل، درد گرده، درد معده و یا اینکه خونو گرفتگی روده ها اذیت میکشید، پس با این رقم های در روی اکران بوده زنگ زنید. کمی از بیماری خود معلومات دهید. داروی های گیاهی لازمه را به شما شرکت شفافرما توصیه میدهد. خب در خانه یک روز باغبانم، درختای میوه دهنده دارد، خانه‌دار در خانه نیست، من میتوانم به اجازت از همان میوه ها استعمال کنم. این برادر ما در کدام آدمی روس باغبان بوده است، یعنی در نبودن همان بگیم صاحب باغ، همون مردک روس، آیا من میتونم از میوه ها استعمال کنم؟ نمیتونیم برادر عزیز. شما از صاحب باغ بپرسین که مقصد من در همینجا کار میکنم، یک روز ممکن 10 میوه ترا 20 میوه ترا مقصد استعمال کنم، آیا برای من اجازت میتی یا نمیتی؟ اگر اجازت داد اجازت نداد برای تو حرامه. اونم جا غلطیده در زیر درخت میپوسه و ویران میشود، حقی خوردنش نداره. برای همین برادرای عزیز، شما وقتی که در همون باغ ها کار میکنین، در خانه های همونها کار میکنین، آب روی مردم مسلمان نریزانین، آب روی مردم این تاجیک نریزانین. اون مردک برادرای عزیز اون قبل فهمی نیست که تو میوه را بخری و نفهمد، یا در خانه او کار کنی او هر یک قدمی تو را میداند. بسیاری از برادران من در اون سفرهای روسیه بودم، برای ما گفتن که در خانه هاشون ما را راه دادن، حتی باور کردن دیگر همه درها را کشاده ماندن. لیکن همین بعضی از تاجیکای بسیار بگیم احمقی ابلهی بدبختی ما با زنهای همونها، با دخترای همونها دست درازی کردن که عاقبت مقصد در دست افتیدن، شرمنده شدن، روسیا شدن. همون مردکا مقصد بعضی هاش ابدی دیگر از همون روسیه پیشون کردن. اونها میدانین شما را به خاطر چی باور میکنن؟ به خاطر یگان سر سیکه و به خاطر یگان کار، به خاطر مسلمان بودنتان که اینا مسلمانن. اونها در گرد مردم مسلمان تصورات دارن، اونها خواندگی هن، رنگ تو ابله بی سواد نیست. اونها خواندن که مردک مسلمان هیچ وقت در چیز یک آدم، در زن یک آدم، دختر یک آدم هیچگاه نگاهی بد، نیتی بد ندارن. یعنی مسلمان یک آدم بسیار پاک و تازه و بی خیانت اونها میشناسن. لیکن تو بار انسان افلاس انمو قیمت و قدر آدمی مسلمان در پیش اونا پس میکنی. بسیاری که همون زنها را گرفتین و 1 ماه و 2 ماه استفاده کردین و پرتافتین، حاضر ای رنگ نمود تون بیزارن دیگه. حتی بزنی در شما داخل میگن شما یک مردمی دروغگو یا مردمی شیطانی. برای همین برادرای عزیز، در کجای کار میکنین نمیکنین، خوجیناتون کدام ملتی هست نیست، یک میخی همون مردک به اجازت نگیر. بگذار اگر چنده که در بالای تو مثال دروغ میکند، در بالای تو یگان ظلم میارد، تر خدا عقل داده، یا از کارخانهش ببرا بره، یا قانون قاعده است از بالاش چیزی بنویس تا حق تا طلب کو بگی. لیکن این خیلی نمیشود که تو از مالی او، از چیزی او مثال دزدی کنی و همه را مقصد بدنام کنی. یک قصه یادم آمد،
حضرت عبدالله ابن مبارک برادرای عزیز، این استاد گویم پدر امام بخاری است. امام بخاری این خودش نامش محمد بود، پدرشان اسماعیل نام داشت. این عبدالله ابن مبارک بگیم پیری پدر امام بخاری، یعنی پیری حضرت اسماعیل بودن. انامین مبارک برادرای عزیز، خود مبارک عبداللهش نه، میگه یک نفر باغبان گرفتش، باغبان قبولش کرد. وقتی آورد نشانش داد، گفت نمی گکتری زمین، نمی باغ همش از منه. در همین جا گفت کاری تو زمین دای میگردانی، نودای درخت تازه میکنی، آب میتی. گفت انمی وظیفه تو ای و هر ماه مقصد مبلغت بگذار مثال 5000 سامانی. شرطنامه را کردن. وقتی میوه بود میگه که این صاحب باغ آمد، رفیقاش گرفت و گفت بیا که من یک باغی بسیار زیبا دارم، انار باغ دارم، بریم که انار میخریم. وقتی آمدن نشستن، مبارک فریاد کردن او مبارک بیا. دید که درخت ها همه مقصد سیر میوه، زمین ها همه زیبا و خوب. بعد گفت مبارک، گفت اکو توقع بگیر، برای قدر انار شیرین من بیار، با یار رفیق من ما مقصد اینقدر انار خری کنیم. میگه روی توقع در انار آورد. هر اناری که میکشویم همش ترشه، شیرین نیستن. بعد میگه صاحب باغ گفت مبارک، گفت من تو را گفتم انار شیرین بیار، تو انار ترش آورده. آی دایی درون من هم انار ترش دارم هم انار شیرین، تو ای انارای شیرینش بیار. مبارک گفت من نمیدانم که کدام درخت این شیرینه کدام این میوهش تلخه. گفت تو در همین جا سال کار کردی، مقصد در درون همین میوه های هر روز، تو آیا نمیدانی که مقصد کدام شیرینه؟ آیا یگان میوه مرا نخورده؟ گفت قسم به بزرگی الله مهربان، تو مرا به گردنم وظیفه گذاشته که فقط زمین ایرا من باید دایم ملایم کنم، نوده هاشا بزنم و آب بتم و از دزده ها مقصد من ایرا پاسبانی کنم. مرا نگفتی که تو از میوه هاش حق داری که بخری. این صاحب باغ میگه با دلش گفت که الحمدلله که مرا خدا داد. یک آدم مقصد من باغبانم شده است که ببین به اجازتی من یک انار نمیخره. انا مسلمان برادر عزیز، از یک آدم میاری در باغت میمانی، از فایده ای که تو میبینی از فایده تو دا او فایده زیاد میبینم. همه روزی دراز دزدیده مقصد با این طرفش میفروشه، این طرفش برده ذخیره میکنه. اگر بابا پرسیش میگه الحمدلله مسلمانم. اگر بگوی روی تواری مسلمان سیاه کنم به نام خدا ثواب میگیری. نه تنها در باغ، در یک مغازه یک کس باور میکنی میاری میمانی، چقدر خیانت من میکنن. 4 مال گوسفند میکنی خیانتت میکنن. در زمین زراعت میکنی خیانتت میکنن. برای همین بسیار یک افسوس ده، افسوس که برادرای عزیز میگد اسلام به ذات خود ندارد عیبه، هر عیبی که از در مسلمانی ماست. ما خودمان بدبختیم برادرای عزیز. ما بسیار دینی پاکه، بسیار یک دینی تربیه میکنه آدمه. عبدالله را حضرت مبارک بین میگه با دلش خرسه شد، گو الحمدلله رب العالمین که چی نفری خوبی را مقصد خداوند برای من لایق دید. بعد میگه پرسیدش زن داری؟ گفت برادر عزیز، گفت من یه آدمی هستم که این همی فقط معاش از تو میگرفتگی را، من نه خانه دارم، من نه شرایط دارم که من زن بگیرم. گفت خواهیشت زنگیری ده هست؟
گفت حضرت یک چیزی را میپرسی که انا هر یک آدمی با فهم و با عقل اگر باشد کی را زن نمیفارد؟ گفت خواهش دارم لیکن دست اینا رسا دارم. میگه باغبان گفت که برای تو انسانی که اینقدر انصاف داری، اینقدر ایمان داری، تو مسلمان حقانی که هستی، من اگرچه یک آدمی دولت دارم لیکن دختر ماما در نکاح تو میدارم. نکاح کرد. میگه دخترش دادش. از همون دختری همین مردک باغبان انامین عبدالله پیدا شد. یک عبدالله که برادر عزیز، این عبدالله با شاگردای حضرت امام ابو حنیفه بود، یعنی صاحب مذهب خود ما، ولی در عالم مشهور حضرت عبدالله ابن مبارک. تصور کنید که اینها پدرشان استاد امام بخاری است، خودشان استاد امام بخاری است. از رحم و دیانت و پاکی مبارک ببین چی فرزنده آمدن. ولی یکی از سبب‌های انامین فرزندایی که امروز در ما و شما که همیشه پیوسته ما و شما را آزار میتن، ناراحت میکنن، هیچگاه روزی خوش نداریم، انامین ای حساب انامین خصلت ها و ای حساب انامین لقمه های شبه آورمون هست. برامین دادر عزیز هیچگاه شما با او مردم بسیار معامله خوب کنید، با او مرد بسیار حرمتشون کنید، بسیار حرمتشون کنید. دیدین سلامشون تیه، با همون لفظ خودش سلامش بته. اول پرسیش که در همسایگی ها تان باشد بسیاری تاجیکای ما خانداراش دستاتان میرسه، اون مردم بسیارش کمبغلن، دستگیریشون کنید. خواب پولی باشه، خواه یگان موادای خوراکه باشه. شما در ملک همونایی، در وطن همونایی، گفتی همین تاجیکای ما در نانیوا شما شریک شدگی. برای همین حرمت کنین. انشاءالله حرمت شما با محبت بین همین دو ملت زیاد میکنن.